من نمیدونم این پشه هایی که دور لام میچرخن قبل از اینکه ادیسون لامپ اختراع کنه دقیقا چه غلطی میکردن. چی شده خاندایی؟ پشه ها دیشه زدن؟ لامصب پشه رفته درست انگشت وسطی پامو نیستده. باور کن من خودم یادم رفته بود که همچین انگشتی هم دارم. تو چین کوله پشتی دارم؟ با این کرونا سر پدرت چال بود رفتی چین؟ چین کجا بود آقا جون؟ من پول ندارم تا شاپ دلزین برم بعد تو میگی چین؟ خاندایی تو تا حالا خارجم نرفتی؟ چرا دایی جون؟ بچه که بودیم آقا جون ما رو برده استانبول. بعد که بزرگ شدیم فهمیدیم گولمون زده بردتمون تبریز. تو تاکسی هم آهنگ ابراهیم تاتیس گذاشته بود که طبیعی نشون بده. تازه جمع برم هم اینطور رفتیم امریکا. آقا جون داستان خارج بردن خاندایی رو برامون تعریف نکرده بودی. کامیل یا خاندایی تو از این خارجات زیاد بردم، وقت نیست تعریف کنم. آخه مسلمون تو که میدونی با این پاسپورت بی‌اعتبار هیچ کشوری رامون نمیده. الان پاسپورت این نظام بین 199 تا کشور رتبه 194 رو گرفته توی بی‌ارزش در ایران. ای کاش آقا جون فقط پاسپورتشون مثل خودشون بی‌ارزش بود. اینا ریال که هیچ، تومنم به خاک سیاه نشوندن. دلار رفته بالای 22,000 تومن. سکه 10 میلیونی هم که دیگه سکه نیست، ماشینه. تو دیگه سرکه سرشیره؟ بگو کجاست ما هم یه لقمه توش بزنیم. آقا جو سرشیر کجا بود؟ خاندایی داره از گرونی دلار و بی‌ارزش شدن تومن میگه. دلار دیگه واسه چیته پسر؟ همین تومنی که توش هم تو هست هم من، دیگه نه تو جیب تو هست نه من. ای وای جمله سنگین بود مخم نکشید. واقعا خوش به حال اصحاب کهف. 300 سال خوابیدن تورم رو احساس نکردن. ما یه شب میخوابیم و فردا 40% رفته رو همه چی. هی دهنمون کف میکنه. فکر کنم نسل آینده به ما میگن اصحاب کف. کامی جان خبرترینو بخون که دیگه کف کردم. الان بخونم خاندایی. عبرت انگیزترین مبارزه با مفسدان اقتصادی و مختلسین خودی، روزنامه اعتماد نوشت یکی از متهمان بزرگ بانکی در زندان، تلویزیون و فرش و حمام اختصاصی و آشپز دارد و میوه و سیفیجات دستچین میخورد. حبس تو بکشیم مفسد اقتصادی. ما تو خوابمون هم این امکانات رو نمیبینیم. حبس کشیدن مفسدشون از دنیای ما بهتره. آقا جون الان وضع من طوریه هر بار دندون درد میگیرم زنگ میزنم 4 تا کلینیک قیمت رو میپرسم خودش زدش خوب میشه. خورشت با ماش خوب میشه؟ کی گفته اینا رو به تو؟ 2 سیخ کباب با سماق که خرجش کمتر در میاد بچه جون. ای داد ویداد با سوزن آقا جون رفت رو کباب. خاندایی یه خبر دیگه هم هست. کرونا رو از چین آوردن بس نبود، تو خبرها خوندم الان قرارداد 25 ساله با چین بستن که آب و خاک هم در اختیارشون بذارن. قشنگ داریم میشیم مستعمره چین. ای بابا دایی خوزعبلات این سپاهی ها رو یادته؟ میگفتن کاخ سفید حسینیه میکنن. دقیقا داشتن چینی ها رو میآوردن که مملکت رو معبد شاولین بکنن. بریم دایی یه نیمرو درست کنیم تا آقا جون کبابمون نکرده. بریم خاندایی. خاندایی جون خود شدن